خیر thank you با یک بار دیگر thank you اینا برای مردم تاجیکستان سرود تاجیکی میخوانند چشم سیاه داره قربان شو من خانه کجا داره مهمان شو من چشم 17 سال پیش این زمین وجود نداشت نوبت ما هم قریب آمد بعد 10 ساعت نصیب باشد نوبت ما میرسد من دو لاره بیتم یکش برای خودم یکش برای بسیار بلزک در اون صحنه زیبا گلدختران عرب رقص بسیار نازکانه رقص کرده ایستادند من باشم از دو طرف وقام‌های نورتز طرفی صحنه دیگه کرده ایستادند باورای من این شهرها عربی که میبینید تماشا کرده حلاوت برده ایستاده یس تاجیکستان گفته که گپ نیست اگه تشریف ما میرویم كل مرة كل حدود نخطيها بسببك معديها الغامر بحياتي انا منوق تماشا بینن عزیز گفتن آرا دارم که از تمام گوشه و کنار دنیا در این میدان خمزار یعنی که سفری تمام مهمان و سیاحان حضور دارن ببینید چقدر با ماشین هاشون هر نمود بازی دشوار رو برای ما پیشکش میکنن که این بسیار تماشاباب است الان جنلک میدهن وقتی که ماشین این طرف رفت هر سیده گریه کرد انا از ماشین که برای من مخاف کرد آرام است جلیل تماشا این برادر عربی ما با نمی چارچرخش در همین بیابان‌های قمزار میگرده با همین عقاب میدک است همین عقاب در سر دستت بمانه و 100 سامان تو میگیره بینندگان عزیز ما از خمزار راه بلد به درونی خیمه ها آورد حالا ما نمیدونیم که در درونی خیمه ها ما را چی انتظار است بیاد یک جا از درونی خیمه ها دیدن میکنیم در بین خیمه ها یک صحنه است مردم جاهای خود را اشغال میکنند نخست یک چند نمو شیرینی و آب گرفته در آنجا استعمال میکنند تمام مردمی که در اینجا قرار دارند خورد خوراک خورده ایستادند همه خورد خوراک رایگان است از حساب همون شرکت سفری که ما را به اینجا آوردن در همون مبلغی که ما 150 درهم که میسپاریم همش در همون داخل میشود بسیار بلد ارزق تاجیکی همین طور تا آماده شدن خوراک دوم سیاحان لباس‌های عربی را با بر نموده در خیمه‌های عربی عکس‌های خاطره‌ای می‌گرفتند و از رقص و بازی‌هایی که در صحنه به نمایش گذاشته می‌شود دیدن می‌کردند در بین این خدر قمزار در بین این خدر بیابان یک جای تماشاباب کس از دیدنش علاوت میبرد
در یک بیابان تفسان اینقدر سیاحان رو جلب کردن کار آسان نیست. در امارات متحده عرب منظره های زیبا مثل تاجیکستان تماما وجود ندارد. هر آنچه که برای جلب سیاحان ساختند همش ساخته است. آنها فایده سیاحان را درک کردند، با این خاطر برای جلب سیاحان یگان چیز را دریغ نداشتند. خب بینندگان عزیز، وقتی خوراک دوم شد ما در نوبت هستیم. این حال میریم آشخانه، خوراک های عربی را انتخاب میکنیم، میگیریم و در اونجا شتا خورده و حلاوت میبریم. نوبت ما هم قریب آمد. بعد 10 ساعت نصیب باشد نوبت ما میرسد. خوراک نمیگیرن. من دو لاری ویتن، یکش برای خودم، یکش برای کارگردان. بینندگان عزیز، اکنون با خوردن خوراک دوم شروع میکنیم. برای ما اشتهای تمام. بسیار بلذت. در مردم ما میگن که اگر پول باشد در جنگل شوربا، با مردم عرب میگن که اگر پول باشد در بیابان ششلیک. بینندگان عزیز، این حال ما در سفری قرار داریم. در اون صحنه زیبا گلدختران عرب رقص بسیار نازکانه رقص کرده ایستادند. من باشم از دو طرف وقام‌های نیوتز طرفی صحنه دیگه کرده ایستادند. با همراه من این شهرها عربی که میبینید تماشا کرده حلاوت برده ایستاده. یس 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 یس. بله بله. در آنجا خیلی دوستان زیاد پیدا کردیم. در سامانه اینترنتی با آنها منظرهای زیبای تاجیکستان رو نشان دادیم که دیدن برابر میگفتند. خدا خواهد سفر نوبتی از تاجیکستان دیدن میکنیم. ما رقم‌های تلفن همدیگر رو دادیم که وقتی که به تاجیکستان آمدن ما با آنها کمک کنیم، وقتی که ما با وطن آنها سفر کردیم آنها با ما کمک کنند. خب بینندگان عزیز، سفری ما خاتمه یافت. الان ساعت 11 شب ما حرکت میکنیم طرف شهر دوبی. اگر نصیب باشد یعنی پایتخت امارات متحده عرب شهر ابوظبی، به زبان عربی شهر ابوظبی سفر داریم. رهبر هنگامی که به پایتخت امارات متحده عرب سفر میکردیم خواستیم که از شهر دوبی از پایمه جمعه را دیدن کنیم که بسیار سیاحان به آنجا سفر میکنند. بینندگان عزیز، همراه ما رهبلد برادر عزیزم از شهروند شهر دوبی انا المحمد حاجی درباره همین نیم جزیره انا پالما جمعه را برای ما کمی هم باشد معلومات میدن. سلام علیکم. خوب، نام این جزیره ساخته پالما جمعه است. 17 سال پیش این زمین و هر چی که در بالای آن است وجود نداشت. ماه ایون سال 2001 ساختمان زمینی این جزیره را آغاز کردند و آخرهای سال 2006 برای ساختن بناها در بالای این زمین شروع کردند. در طرف دست چپ ما چگونه که میبینید کلانترین مهمانخانه در روی دنیا مهمانخانه اتلانتیس بنیاد شده است. همچنین در درون این مهمانخانه یکی از کلانترین اکواریوم و کلانترین اکواپارک ساخته شده است که به نهایت سیاحان زیاد از این دیدن میکنند. 17 سال پیش این زمین وجود نداشت. این سنگ هایی که میبینید با واسطه انمون کشتی ها از دیگر دولت ها همین سنگ های کلا را آوردن در درون بحر زمین ساختن که در اون بالای زمین یک شهر زیبا با نام پالما جمعه را برای مردم پیشنهاد کردند. خب تماشاگران عزیز، ما گفتیم که در پالما جمعه از تمام گوشه و کنار دنیا سیاحان از دولت یوگاندا در پالما جمعه را سیر و سیاحت دارند. تاجیکستان سلام. سلام. تاجیکستان. نمونه را ما خطی صحبت کردیم که مرحمت به تاجیکستان ما هم بیاین. در تاجیکستان ما هم خیلی جاهای منظره های تماشاباب هست. گفتن که گپ نیست، اگه تشریف ما میرویم. از شهر دوبی تا پایتخت امارات متحده عرب شهر ابوظبی 139 کیلومتر راه است و سرعت حرکت ماشین ها نباید از 100 کیلومتر ساعت پس باشد که در 1 ساعت و 25 دقیقه به آنجا می رسید. نگفته نماند که راه های امارات متحده عرب مثل راه های تاجیکستان عزیز ما یکی از بهترین راه ها در روی دنیا شمرده می شود.
Mr. Tashrif آها to Abu Dhabi. thank you very much. Welcome. بینندگان عزیز، این حال ما رسیدیم به مرکز امارات متحده عرب، شهر ابوظبی، به زبان عربی ابوظبی. شیخ زید اساسدار امارات متحده عرب و اولین پرزیدنت امارات متحده عرب است. ما از همین شخص 7 شهر امارات را با هم متحد ساخت و دولت را اعلان کرد با نام امارات متحده عرب. آرامگاهش باشد در پهلوی همین مسجد است و سال 2018 در امارات 100 سالگی و سال شیخ زید اعلان کرده شده است. مسجد در نزد درآمدگاه شهر ابوظبی قرار دارد. از آنجا ما را راهبلد گفت که بیاید شما را من به نزد بلندترین پرچم روی دنیا میبرم. راهبلد تعریف میکرد که بلندترین پرچم روی دنیا است و ما با او گفتیم که در سامانه اینترنتی اول پرچم تاجیکستان رو ببینید برادر، بعد پرچمتان رو تعریف کنید. خب من تا امروز پرچم ابوظبیро баландтарин парчам дар рӯи дунё медонистам ки баландияш 123 метр аст. шумо ҳозир ба ман дар интернет нишон додед ва ман дидам ки парчами тоҷикистон бошад баландияш 165 метр будааст. аз ин маълум мешавад ки парчами тоҷикистон баландтарин парчами рӯи дунё аст. The Tajikistan is the first. Yes, yes. در همین اتوبوس دوشانه 500 درهم میدهید گرد شهر همین امارات متحده عرب در ابوظبی سر و گشت بکنید. میستر thank you با یک بار دیگر thank you. کب نشکه بیا که تاجیکستان ما از منظرهای تاجیکستان ای ابوظبی در بهتر خوبتر نکه با دوای تازه داریم. بیا تاجیکستان. در بر پرچم ابوظبی آثارخانه موجود است که تمام چیزهای تاریخی امارات را آنجا دیدن ممکن است، اما متاسفانه روزی که ما رفتیم روز استراحت بود و از آنجا ما دیدن کردن نتوانستیم. بینندگان عزیز، ما در شهر ابوظبی در میمانخانه امیرات پلاس قرار داریم که قیمتترین میمانخانه در روی دنیا است، لیکن برای سیاحان در آمدنش رایگان است، برای تماشا. میمانخانه امیرات پلاس در 85 هکتار ساخته شده است. تنها میلیونرها از این میمانخانه استفاده میبرند. ما از رهبر پرسان شدیم که این میمانخانه چه چیزی جالب دارد که سیاحان را به خود جلب کرده است. او به ما پاسخ داد که در ابوظبی علل خصوص در این میمانخانه فیلم های مشهور گالیوود به نوار گرفته شده است که سیاحان به همین خاطر از این میمانخانه و بناهای در روبرو ایستاده دیدن میکنند و عکس میگیرند. بینندگان عزیز، یک فیلم است با نام فرسنگ، فیلم امریکایی. حالا در طرف دستی چپ من بنا است که 3 بنا. انا فیلم در همینجا بنوار گرفته. خلاص پایتخت امارات متحده عرب شهر ابوظبی مثل شهر دبی یک شهر ساخته است که در بالای بیابان و رگزارها، بناهای برهوا و جزیره‌های ساخته بنیاد کردن که دقت سیاحان را البته به خود جلب کرده است. رما شدیم به سوی شهر العین. از دبی تا العین 147 کیلومتر راه است. خب بینندگان عزیز، بعد 20 دقیقه پس ما وارد شهر العین میشیم. شهر
شهر العین این شهرکی است که اصالگذار امارات متحده عرب شیخ زاید در همین جا تولد شده به پایان رسیده است. این شهرک مثل شهر دوبای و ابوظبی بناهای بلند آشانه و برهوا ندارد. تنها خانه‌های 3-4 آشانه و درختان خرما را می‌بینیم و خلاص. حالا ببینید تماشاگران عزیز، ماشین ها چقدر زیاد هستند. هزار ماشین در همینجا قرار دارند. تا قله بالاترین، حالا ما نتونستیم از زیاد بودن ماشین با اون قله برویم. قله جبل حفید که آن را قله جبل حفیظ هم مینامند. بلندیش 1249 متر را در بر میگیرد. تا بالای همان قله راه ماشینگر ساختند که مردم با ماشین هایشان با آن بلندی میبرایند و بعضی کوهنوردان باشند پای پیاده. در بلندی قله 2-3 میمخانه موجود است و خلاص. راستی من در آن قله هیچ چیزی دقت جلب کننده را مشاهده نکردم غیر از توده زیادی سیاحان. سلام علیکم. سلام علیکم. شما معلوم زیاده اون شوی چشم سیاداری قربان شب و مهان خانک جاده. ولی بس تماشابینان عزیز، این میهمانای سیاحا از پاکستان هستند. هم سرحدی ما از تاجیکستان هستیم، بعد تاجیکستان افغانستان، بعد افغانستان پاکستان. اینا برای مردم تاجیکستان سرود تاجیکی میخوانند. چشم سیاه داره قربان شب من خانک جا داره مهمان شب با این سیاحان در سامانه یوتیوب خدمات مطبوعات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قله های سرسبز و آسمانبوس تاجیکستان و کل و چشمه های مسافر رو نشان دادیم که از دیدنشان در حیرت ماندن و گفتن که حتما سفرهای بعدی از تاجیکستان دیدن میکنیم. سلام تاجیکستان، سلام تاجیکستان، سلام یا نمستی. در این قله نیز دوستان زیاد پیدا نمودیم. آنها را به تاجیکستان بیشتر دعوت کردیم تا از منظره های زیبای ما نیز دیدن کنند. در پایان قله جبل حفید یک باغ با نام مبازره است که بعد از دیدن قله مردم به پایان می‌پایند. در سایه درختان امروز اهل عائله نشسته استراحت میکنند و ما نیز به پایان فرآمدیم به باغ مبازره. بینندگان عزیز، در این باغ بسیار زیبا از تمام دنیا مهمانان میان. همچنین از پاکستان، هندوستان و بنگلادش و تاجیکستان و افغانستان. اینا دوستان برادران سرجم اهل خانواده میان، میتوانند که در همین باغ زیبا مثلا مثل تاجیکستان همین ششلیکا را پخته و خورده و حلاوت ببرند. برابر تاجیکستان زنده باد. تاجیکستان زنده باد. برادران پاکستانی به زبان تاجیکی سخن گفتند و آنها از ما خواهش کردند که ما هم به زبان پاکستانی یک چند سخن بگوییم و ما خواهش آنها را رد نکردیم. سلام علیکم. بخیر رغلی پاکستان زنده باد. پی تی آی زنده باد. تاجیکستان زنده باد. گرفتی پاکستان تاجیکستان. Yes. این مهمانان رو با خوردن سیخ کباب تاجیکی به تاجیکستان دعوت نمودیم و با اونها گفتیم که از منظره های زیبای تاجیکستان بیاید دیدن کنید. منظره های تاجیکستان از منظره های الان زیباتر و خوبترند. خب بینندگان از این درخت از درخت خرما. این میوه خرما را در تاجیکستان مردم تاجیک بسیار دوست می‌دارند. حکومت امارات متحده عرب برای یک درخت خرما در یک سال $5000 صرف میکنند که تا همین درخت حیات ببیند. بسیار شیرین است و بامزه. در اینجا مردم پاکستان یک نمود بازی داشتن که همراه مردم پاکستان ما بازی کردیم. راستیگه بازیشان یگان معنی نکرد. همراه سیاحان در باغ مبازره بازی کردیم. هنگام دویدن و پریدن به هر طرف شیمیمند داریم و در همه جا نوارگیری رو ما از امارات متحده عرب خاتمه بخشیدیم. برو کم بریم.
برنامه اولین و آخرین ما نبود که از طرف استودیو کارون فیلم منظور شما گردانیدیم. خدا خواهد به دیگر دولت‌ها به دوری‌های دور سفر نموده درباره زندگی و کار و فعالیت دیگر دولت‌ها برای شما برنامه آماده می‌کنیم و در برابر این سیاحان رو به وطن عزیز و محبوبمون تاجیکستان بیشتوسو دعوت می‌کنیم. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهبان.